همانطور که مارکوس اورلیوس در کتاب تأملات میگوید بزرگترین دغدغه هستی مرگ نیست که آغاز نکردن زندگی. من این کتاب رو خوندم و در فهرست پادکست وجود داره. ایچیگو ایچیه فراخوانی روشن و صریحی است به مسئله مهم، حالا یا هیچ وقت. با اینکه در نظر داریم سالهای زیادی زندگی کنیم و برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، در هر حال هر دیداری که داریم ماهیت بی همتای خود را دارد و هرگز تکرار نخواهد شد. شاید همان آدم‌ها را در همان مکان دوباره ببینیم، اما آن زمان پیرتر شده ایم و موقعیت‌ها و خلقیاتمان هم متفاوت خواهد بود. آن زمان با خود کوله‌باری از اولویت‌ها و تجارب دیگری به همراه خواهیم داشت. جهان دارای جریانی مداوم از ناپایداری هاست و بنابراین ما هم اینگونه ایم. این است دلیل آنکه چرا هیچ چیز هرگز دوباره در همان مسیر و طبق همان شرایط اتفاق نخواهد افتاد. ریشه‌یابی عبارت ایچیگو ایچیه. اولین نمونه مکتوبی که ما از ایچیگو ایچیه در اختیار داریم در دفتر یادداشتی است متعلق به یک استاد چای به نام یامانوئه سوجی در 1588 که بدین شرح است: با میزبان خود آنگونه رفتار کن که انگار هر دیداری که در حال اتفاق افتادن است فقط همین یک بار در زندگیت رخ خواهد داد. اگر در درخواست فوق